سلام، من به عنوان یه آشپز عاشق پنیر بفم، چون با باز کردن یه قوطی پنیر بف وارد دنیایی از مزه ها و طعم‌ها میشیم. امروز میخوام بفبال درست کنم. پیشنهاد میکنم توی این روزایی که دوست داریم بچه‌ها صبحانه‌شون رو کامل بخورن امتحانش کنیم. از ویژگی‌های بی‌نظیر پنیر بف اینه که در اثر حرارت طعم لذیذش رو حفظ میکنه. بنابراین میتونیم در پخت انواع غذا ازش استفاده کنیم. برای مواد میانی اول پنیر بف رو برش میدیم و مغزیجات دلخواه که من از گردو و بادوم استفاده کردم و خورد میکنیم و با تخمه کدو و سبزیجات خشک معطر مثل ریحان و زعتر روی پنیر میریزیم و مخلوط میکنیم. یک زرده تخم مرغ رو همراه با یک قاشق غذاخوری خامه صبحانه ترکیب میکنیم و کنار میذاریم. خمیر مورد نیاز این لقمه های تو دلبرو بهتره که توی خونه درست بشن. اما اگه زمانش رو ندارین میتونین از خمیر آماده نان فانتزی یا هزارلا استفاده کنین. حالا میریم سراغ خمیر که دیگه به خوبی استراحت کرده و روی سطح آرد شده قرارش میدیم و به شکل رول در میاریم. به قسمت‌های مساوی تقسیمش میکنیم و هر قسمت رو به صورت یک توپ در میاریم. روی خمیرها رو میپوشونیم و 5 دقیقه استراحت میدیم. هر کدوم از توپ‌ها رو باز میکنیم تا جایی که ضخامت خمیر به نیم سانت برسه. از مواد میانی به اندازه یک قاشق در مرکز قرار میدیم و به خوبی میپیچیم تا هیچ روزنه‌ای نمونه و در سینی فر با فاصله از هم میچینیم. از ترکیب زرده تخم مرغ روی توپ‌ها براش میکنیم و با سیاه دانه و تخمه آفتاب گردون میپوشونیم و در فر از پیش گرم شده با دمای 170 درجه به مدت 40 دقیقه قرار میدیم. همراه ما بمونیم با رسیپی های بعدی بف، چون با طعم و ویژگی های منحصر به فردش دست شما رو برای تهیه انواع غذا و پیش غذا باز میذاره. به زودی میبینمتون.